محرر گازeti است آیا همین معیار درست است یا نیست؟ یعنی اجتماعیات قائم بر عرف است. عرف پایتخت از ناحیه‌ها فرق کردنش ممکن است. اونا با حتما که به همون عرف اجتماعی خود بالا این آدم حکم می‌کنه. اگر حاضر معیار بگیریم این یک چیز جنایت جنگی حساب میشه که انسان‌های نابالغ جلب کردن به جنگ است. چون که اگر عایشه به عرف آن زمان به سندی خواستگاری نمیرسید حتما اونجا ابولهب، اونجا ابو جهل دیگه دشمنان پیامبر هر یک خطاگی پیامبر میکرد. دیگه اونجا رسانه ها کار میکردن علیه پیامبر علیه السلام. مثلا ایزابلا دی اینا، کانتس مارگریت بوفورت. تماشاگران عزیز، چند روز پیش برای من یه نوار فرستاد یک دوستم که اونجا هنرپیشه مشهور و محترم ما هاشم گدا که مثلا نقش سهراب رو در کنار رستم و سهراب بازیگر هستند و خیلی انسان محترم هستند و تا هر باری که در شبکه‌های اجتماعی پیدا میشدن مردم خیلی واکنش‌های خوب نشون میداد نسبت اون کس و همه احترام میکنن برای اون کس رو. با همراهی سیاف میزراب محرر گازeti استر در اطراف ازدواج مادر و عایشه صحبت میکردن و اونجا یک شبهه مطرح شد که گویا که عایشه رضی الله عنها در سن 9 سالگی ازدواج کرده و این چگونه میشود و محترم هاشم گدام ابراز کرد که من با پیامبر ضد نیستم، من پیامبر رو حرمت نمیکنم، لیکن همین چیزا برای من فهمونه گویا که چند ملا رو پشت باشم ملاها جواب داد نتونسته باشم. یعنی که در حقیقت منطقی عجیبی هست. یعنی انسان می آید در عصر 21 انسان‌هایی که در عصر 15 و در عصر 6 و 7 و 9 میلادی گذشتن اونها رو محاکمه بکند، یعنی با فهمش و عقل و فکر یک انسانی که در عصر 21 زندگی میکنه. یعنی آیا همین معیار است برای که ما گذشتگان رو محاکمه کنیم؟ آیا همین معیار درست است یا نیست؟ یعنی یک واقعی تاریخی رو بیاییم و از محیط اجتماعی کنده گیریم، از محیط سیاسیش و از محیط اقتصادیش کنده گیریم و طبق معیارهای اجتماعی زمان خود بها دادن. آیا این چیزی معقولی هست یا نیست؟ آیا با عقل میگنجد یا نمیگنجد؟ مثلا گیریم یعنی عرف، یعنی اجتماعیات قائم بر عرف است. عرف فرق میکنه تا در یک شهر هم در یک طرف گیریم در یک ساحلش این طرف چپی راستی ساحل فرق کردنش ممکن است. پایتخت از ناحیه‌ها فرق کردنش ممکن است. یا مثلا گیریم به همین مظهری که مثلا محترم جنابی هاشم گدا دارن، اگر ما هاشم گدا رو با 150 سال پیش به بخارا بریم، یعنی این مظهر یعنی که انسانی که تقریبا 85 سال عمر دارد و انسان 85 ساله زمان امارت بخارا مثلا امیر عبدالاحد خان باشد، خواه امیر گویم که اشترخانه ها باشن زمان اونا باشد، یعنی اونا چی میگن مثلا این شکل میبینن مثلا اونا با حتما که به همون عرف اجتماعی خود بالا این آدم حکم میکنن. حالا که مثلا در دوشنبه در پایتخت یا که در خوجند انسانی که 80-85 سال عمر دارد و مثلا موی سر داشته باشد، ریش نداشته باشد، با همین شیم و کاستوم خودش گرد یک چیز عادی است، چون که پایتخت از یک به اصطلاح این یعنی که یک به عرف در آمده است که یک نمود تمدن است و یک نمود به فرهنگ بدن است. لیکن 150 سال پیش خیلی با هم بدن چیزه. آیا مثلا راضی میشیم که بیان استاد محترم هاشم گدا رو انسانی که 150 سال پیش بودن همه خیلی بهاتیه طبق فهم خودشون که مثلا 100 سال پیش 150 سال پیش انسان‌ها مو نمیگذاشتن، نه جوانو نه پیرا، یعنی اگه انسان 85 ساله بیاد به موی سر چه خیلی بهام بدن. بیا از زمان امیر بخارا بگیم که چه کردیم گذشت کردیم زمان خود ما مثلا حاضر جناب هاشم گدا که در پایتخت زندگی میکنه، اگر اون کس در یکی از ناحیه‌های دوردست روان در دهه‌های ناحیه دوردست روان مثلا در دهه‌های رشت یا دهه‌های مثلا درواز و مثلا یزغونام اونجا، یعنی عرفی مردم اون دهه ها مثلا آیا میپذیرد که انسانی که از 80 گذشته و به سرحدی 90 رسیده است به همین شکل مثلا گردد، یا مثلا دهه هایی که در مسجد و عینی و مثلا پنج کن تو دیگر جا، البته که یعنی بین چه عرف فرق میکنه. بنابراین ما نباید که به فهمیش خودمان به فهمیش عصری خودمان اون انسان رو بهاتیم. تا قانون حاضر میگه که زکان نعمت عبرت نسیل، یعنی که قانون یعنی که چیزی عقب نشین نداره. مثلا انسان نمیتونه که بیای انسانی که در عصر 15 گذشته است محکوم کنه، چون که عرف اونها همه خیلی میشین بلاغت رسیدن. اصلا بلاغت رسیدن چه معیارها داره؟ اگر ما گوییم که بلاغت رسیدن این سن 18 است مطلقاً یه منطقی عجیبی است. 17 ساله و مثلا گوییم 11 ماهه و 29 روزه باشد و انسان نابالغ است، اگر یک روز دیگه گذرد انسان بالغ میشه. یا مثلا
اگر به این حاضر عقلیت عصری خود ما حکم کنیم، در زمان پیامبر مثلا اسامه بن زید وقتی سرلشکر شد 17 ساله بود. اگر حاضر میایاکتی گیریم این یک چیز جنایت جنگی حساب میشه که انسانای نابالغ جلب کردن به جنگ است. لیکن اون زمان این یک معیار عادی بود، یک چیز طبیعی بود. برای من نباید که معیار زمانوی خود رو گرفته مردم پیشینه رو حکم کنیم که این یک غلطی بزرگ است. بعد اونجا این ژورنالیست سیاف مزراب یک چیزی گفت که جبیر بن مطعم عایشه رو پیش از پیامبر خواستگاری کرده بود و همین خود این که عایشه رو جبیر بن مطعم خواستگاری کرده بود و بعد از اون پیامبر رو خواستگاری کردن دلیل بر اون که عایشه به سن خواستگاری رسیده بود طبق عرف اون زمان. چون که اگر عایشه به عرف اون زمان به سن خواستگاری نمیرسید حتما اونجا ابو لهب، اونجا ابو جهل دیگه دشمنان پیامبر هر یک خطاگی پیامبر رو میگفتن. دیگه اونجا رسانه ها کار میکردن علیه پیامبر علیه السلام. اگر به سن خواستگاری نرسید او رو خواستگاری میکردن یا به زنی میگرفتن. مثلا یکم ابو جهل عیب نکرد از این کارا، ابو لهب هم عیب نکرده است، چون که عرف اونها این چیزی عادی بود. حتی من برای شما یک چند نمونه از اروپایی میارم که کسی دهن نمیکشه. خود اروپایی که همین تهمت نسبت پیامبر زدند و با عقلیت عصری خودشون آمدند و زمانهای پیشین رو محاکمه بکنن، کسی از اونها جرأت نمیکنه که شاههای خودشون رو محاکمه کنن. اون گرچکایی که داشته اونها رو محاکمه کنن. من برای شما یک چند مثال میارم دوستو، ببینید تو چه درجه یعنی که در اروپا این چیز منتشر بود، یعنی که تا زمانهای نزدیک. مثلا ایزابلا دی اینا یا که دیولو تولدش 1389 هست. در سن 6 سالگی به ریچارد دو سال 1396 به شوهر میبره. یا اینکه کانتس مارگریت بوفورت تولدش سال 1443 هست. مادر گنریخ 7 بیبی گنریخ 8 است. جان دلاپول یعنی که با جان دلاپول در سن 7 سالگیش یعنی سال 1450 شوهر میکند. اوراکا کاستیلز که دختر الفونس تولدش 1081 است. سال 1089 با رایمون بورگونسکی در 8 سالگی شوهر کرد. یا اینکه ایزابلا دینا در 10 سالگی به فیلیپ آگوست دو شوهر کرد، یعنی که تولدش 1370 است. 10 سالگیش یعنی که 1380 با فیلیپ آگوست دو شوهر کرده است. ژان ناوارسکا ملکه فرانسه تولدش 1273 در 11 سالگی به فیلیپ 4 رسیدگی است. ژان انگلیس که تولدش سال 1165 در 11 سالگی به ویلگلم 2 رسیدگی است. مارگریتا فرانسوس که سال تولدش 1158 با گنریخ 2 در 2 سالگی عقل بسته سن 4 سالگی شوهر کرده است. مارگریتا وینگرز که سال تولدش 1175 است در 9 سالگی به امپراتور ویزانت اسحاق 2 رسیدگی است. کاتولیک بود، برای شوهرش شده ارتدوکسی رو قبول کرد. این نمونه است برادران. کسی این چیز از تاریخ کافته نمیبره، کسی این شوهای خودشون تنقید نمیکنه برای اینکه این دخترها ببینید بعضیش از 4 سالگیش که بعضیش 6 ساله شوهر که بعضیش 7 ساله، بعضیش 8 ساله، بعضیش 10 ساله، 11 ساله. لیکن ما نمیشنیم که رسانه غرب این چیزا آشکار کند یا اینکه طعنه کنه به اونها. اما متاسفانه پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه در چیان یعنی که همیشه دوربین نقد به اون پیامبر صلی الله علیه و سلم موجه است. خداوند همین ما رو انصاف عطا فرماید. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.